من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در آیات گذشته در ارتباط با موالات و دوستی با کفار خواندیم، گرچه اوصافی که بیان میشد اوصاف منافقان بود و یکی از اوصاف منافقان دوستی، اونم دوستی دلی و صمیمانه با کفار بود که الله تعالی اونها را برحذر داشت. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. اما اینجا اکنون میخوانیم که خداوند عزوجل جهر بالسوء را دوست ندارد. جهر بالسوء، سوء که بدی را میگویند، عمل بد را میگویند، گفتار بد را میگویند. جهر به آن را یعنی علنا انسان سوء بکند. اینجا سوء را مفسران نوشتند که مراد از سوء فرد کامل سوء هست، یعنی کفر.
کفر و اظهار کفر را خدای عزوجل دوست ندارد. کفار کفر می کنند و خدا را انکار می کنند، اما مسلمان را گفت که با کفار دوستی نکنند. یک صورتی هست که بعضی اوقات مسلمان مجبوره، یه حالت اجبار و اکراه هست. الله تعالی می فرماید که اجبار و اکراه استثناء هست. لا يحب الله الجهر بالسوء، خداوند دوست ندارد علنی کردن کفر را، کسی علنا کفر بکند یا چیز بدی بگوید، شرک بکند، شرکی را اظهار بکند، کفری را اظهار بکند. من القول یعنی لفظا زبانا، الا من ظلم، مگر کسی که بر او ظلم بشه. یعنی تفسیر صحیح این آیه اینه که یعنی کسی که مجبور بشه که یلا کفر کن. الا من ظلم مثل صورتی هست که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. در اون صورت اگر کسی کلمه‌ای بر زبان بیاورد و دلش قرص باشد ایمان در دلش جای داشته باشد، اشکالی ندارد. عنایت بفرمایید که علامه اندلسی همین تفسیری که عرض کردم ذکر کردن. قال المنیر معناه الا من اکره، مگر اون انسانی که مجبور بشه علی ان یجهر بالسوء کفرا و نحوه، کسی که جهر بالسوء بکند یعنی کفری را اظهار بکند و امثال کفر را از سوی کافران چنان حالت اجباری باشد، فذالک مباح، این صورت مباحی هست. و ایشون میفرماند والآیة فی الاکراه، این آیه در رابطه با اکراه هست، کسی را مجبور میکنند. پس دوستی هم همچنین. این آیه متعلق یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین هست، یعنی کسی که مجبورش میکنند که کلمه کفر بر زبان بیاورد، مجبور میشه، مکره هست، دلش مطمئن به ایمان هست، اشکالی نداره. پس دوستی هاکذا، کسی نمیخواد دوست باشه، کسی نمیخواد صمیمیتی با کفار داشته باشه، اما شرایطی هست، شرایط منطقه، فضا و جو که دوستی میکند، اما این دوستیش مثل همین کسی که مجبور به کفر میشه، دوستیش ظاهریه، در دل دوست ندارد کفار را. خب این اشکالی ندارد. و کان الله سمیعا علیما، الله تعالی سمیع هست، همه چیز را میشنود. آنچه که یک انسان اقرار میکند، علیما از همه چیز آگاه هست، یعنی از دلش خبر دارد که آیا این قلبا هست یا زبانا. یا اینکه توجیه دوم سمیع، تعبیل دوم سمیع هست، یعنی اون شکایت مظلوم را، دعای مظلوم را که بر او ظلم میشه الله تعالی میشنود. علیما حالت ظالم را هم میداند، از احوال ظالم هم خبر دارد. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، اینجا خطاب به مؤمنان است. ببینید ما قبلا خواندیم که قبل از این بود لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کفار را دوست نکنید با خودتون، دوستی صمیمانه با ایشون نگیرید. اما منافقین میگرفتند. خب الان باید چیکار کرد؟ باید با منافقین درگیر شد. الله تعالی مؤمنان را میگه در حق اونها شما اگر گذشت بکنید بهتر است. ان تبدو خیرا، اگر شما خیری از خود نشان بدهید، او تخفوه
یا مخفیانه با اینها خیر بکنید. چرا؟ ببین منافقان هم مراتبشان مختلف بود، درجاتشان مختلف بود. بعضی ها، خیلی از منافقین هم ایمان می آوردند، بعضی ها با محبت اون ایمانشون خود به خود ایمان مخلصانه می شد، یعنی راه نفاق را چی می کردند؟ ترک می کردند. لذا الله می فرماید ان تبدو خیرا، اگر شما خیری نسبت به اونها اظهار کنید، او تخفوه، یا پوشیده و مخفیانه بکنید، او تعفو عن سوء، یا اینکه اگر با منافقان خیری نمی کنید از اونها گذشت بکنید، فان الله کان عفوا قدیرا، بدون شک خداوند عزوجل عفو هست، معاف کننده هست و قدرت دارد بر عفو، شما را مورد عفو قرار میده. عرض کردم در رابطه با عامه منافقین دستور همین بود که با اونها جنگ نشه، با اونها درگیری نشه. حتی الله تعالی میفرماد که از بعضی از مفاسد اونها شما گذشت بکنید، این گذشت باعث میشد تأثیرات خوبی باشد و اونها توبه بکنند، اخلاص پیدا بکنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضیا میگه مثلا رسول الله چرا منافقین را میدونست گردنشون را نزد؟ روی همین حکمت ها بود. رسول الله نسبت به منافقین خیلی مدارات، خیلی گذشت، خیلی چشم پوشی داشتن. قرآن هم مؤمنان را به همین دستور میده. ان الذين يكفرون بالله ورسله، در این آیه زجر بر اهل کتاب هست. اهل کتاب خودشون را اهل کتاب میدانستند، ولی به بعضی کتاب ایمان می آوردن، به بعضی کتاب ایمان نمی آوردن. اون بخشش که درباره موسی بود یا حضرت عیسی بود ایمان، اون بخشی که در رابطه با رسول الله بود و قرآن کفر. الله می فرماید ان الذين يكفرون بالله ورسله، بدون شک کسانی که کفر کردن به خدا و پیامبران خدا، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله، و تصمیم دارند، اراده دارند ان یفرقوا، جدا کنند بین خدا و پیامبرانش. چگونه جدا کنند بین خدا و پیامبرانش؟ و یقولون، این تفسیر ما قبل است، بنویسید تفسیر ما قبل. و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، میگویند ما ایمان داریم به بعضیشان و نکفر ببعض، کفر میکنیم به بعضیشان. و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا، و میخواند که اتخاذ بکنن، انتخاب بکنن بین این راهی، یعنی بین ایمان و کفر. نه ایمان خالص کامل به همه انبیاء خدا، به همه مؤمن بهی، و نه کفر. الله میفرماید نه، این ایمان مقبول نیست. اولئک هم الکافرون حقا. این ثمره تفریق هست، تفریق بین الرسل. بعضی پیغمبران را قبول داشتن و بعضی را قبول نداشتن. الله می فرماید اولئک هم الکافرون حقا، اینان کافران حق هستند، بدون شک اینها کافرند. و تخویف اخروی کفر. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، الله می فرماید ما آماده کردیم، مهیا کردیم برای کافران عذابی ذلت بار. اما در مقابل این تخویف کافران تبشیر هست برای مؤمنان. الله می فرماید والذین آمنوا بالله و رسله، کسانی که ایمان به خدا دارند و رسله و به پیامبران خدا دارند، ولم یفرقوا بین احد منهم، جدایی نمی کنند بین هیچ یک از آنان. جدایی نمی کنند از چه جهتی؟ به اعتبار ایمان، قبلا خواندیم، به اعتبار فضیلت نیست. بعضی از پیغمبران را ما بر بعضی فضیلت می دهیم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اما میگویند لم یفرقوا، یعنی به اعتبار ایمان بین پیغمبران قائل نیستند. الله میفرماید
اولئک سوف یؤتیهم اجورهم. نتیجه ثمره این افراد سوف یؤتیهم، ان قریب الله میدهد به آنها اجورهم، پاداششان را. و کان الله غفورا رحیما، الله عزوجل بخشاینده و مهربان است. خب زجر بر اهل کتاب بود، اما از اینجا اعتراضات اهل کتاب، انتقاد اهل کتاب. اهل کتاب یکی از اعتراضات عمدهشون به دلیل اونها و به زعم اونها این بود که چرا مثل تورات این قرآن نازل نشد و نمیشه. تورات یک بار نازل شد، انزال شد، نه؟ اما کتابی که بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شد یک بار نازل نشد، تدریجاً، آیه آیه، دو آیه، یک سوره. اگر واقعا پیغمبر هستی مثل موسی هستی، یهودی نمی گفتند که شما قرآن را یک بار بیار از اول تا آخر. این اعتراض اونها بود عمده. خداوند عزوجل از اینجا اعتراضشون را و سؤالشون را مطرح می کند و بعد از مطرح کردن سؤال جواب الزامی می دهد. این جواب پاسخ اول است، پاسخ الزامی. رکوع بعد انا اوحینا الیک، اونجا پاسخ حقیقی و تفصیلی هست. خدای تعالی به این پاسخ، به این جواب سؤال پاسخ میده، جواب میده. الله می فرماید یسألوک اهل الكتاب، سؤال می کنند از شما اهل کتاب، ان تنزل علیهم کتابا من السماء، این که نازل بکنی، نازل بفرمایی بر آنان کتابی از آسمان، یک بارگی، یک باره. الله می فرماید فقد سألوا موسی اکبر من ذلك. اولین جواب و الزامی اینه که ای ظالمان، شما میگید چرا کتاب مثل کتاب موسی نازل نشد؟ مگر کتاب موسی که یک بار نازل شد شما ایمان آوردید؟ شما اونجا مگر نگفتی وقتی که کتاب خداوند عزوجل حتی کلام فرمود درباره یک کتاب، درباره تورات، شما اونجا گفتی نه ما قبول نمی کنیم، باید خدا را ببینیم. شما اگر منظورتون ضد نیست، عناد نیست، شما پدران شما قبلا گفتیم وقتی که اینها پدران خودشون را به پدران افتخار می کردن، رأی پدران را تایید می کردن، پس اون عناد پدران، خیانت پدران، خباثت پدران را هم دارد در واقع تایید میکنه. پس وقتی پدران کردن گویا شما کردید. الله می فرماید که چرا اونجا شما تسلیم نشدید؟ چرا اونجا گفتی خدا را نشون بده؟ الله می فرماید فقد سألوا موسی اکبر من ذلك، این جواب اجمالی هست. بدقیق بدون شک اینها سوال کردند از موسی علیه السلام اکبر من ذلك، بزرگتر از این، خواسته و مطالبه مهمتر. چی بود اون؟ فقالوا ارنا الله جهرتا، گفتن ما را نشان بده، خدا را به ما نشان بده، جهرتا علنی، ظاهر ظهور، جهرتا فی الدنیا، در دنیا علنی نشان بده. رب العالمین می فرماید فاخذتهم الصاعقه بظلمهم، صاعقه آنها را گرفت به سبب ظلمشان. نتیجه این عناد، نتیجه این خواسته گستاخانه و بیادبانه این شد که الله می فرماید صاعقه آنها را گرفت. ثم اتخذوا العجل من بعدهم ما جاءتهم البينات،
و همچنین آنها گوساله را به عنوان خدا گرفتند. ببینید ثم شما خوانده برای تعقیب هست. اگر تعقیب حقیقی باشد معنیش اینه که اول اونها گفتن خدا را به ما نشان بده، بعدا در مرحله بعد گوساله را به عنوان اله گرفتن، در حالی که ترتیب این نیست. اول چی کردن؟ گوساله را زمانی که تازه موسی علیه السلام رفت برای تحویل و دریافت تورات، گوساله را عبادت کردن. این داستانی که ارنا الله جهرتن این چه زمان اتفاق افتاد؟ این بعداً بود. به این خاطر این ثم برای ترتیب نیست، برای تعقیب ذکری هست. برای چیه؟ تعقیب ذکری، یعنی بعد از ذکر آن خدا این را ذکر میکند، با ثم ذکرش میکند. و الا گوساله پرستی قبل از چی بود؟ ارنا الله جهرتن بود. لذا الله میفرماید ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، سپس آنها گوساله را گرفتند. مفعول دوم اتخذوا چیه؟ الهن، گوساله را خدا گرفتند، اله و معبود گرفتند. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات پیششان آمد، دلائل پیششان آمد. فعفونا عن ذلك، ما آنها را معاف کردیم. و آتینا موسی سلطانا مبینا، ما به موسی علیه السلام دادیم سلطانا، یعنی غلبه و رعب، غلبه مبین آشکار. الله تعالی به موسی غلبه داد. بعد از اون اینها گفتن باشه، ما بعد از اینکه صاعقه اونها را گرفت و گفت دوباره خداوند زندهشون کرد، گفتن باشه ما عمل میکنیم. اما بعد از اون هم عمل نکردند. و رفعنا فوقهم الطور، با توجه به اینکه تفسیر اینها را ما در بقره خواندیم دیگه دوباره اعاده نمی کنیم، فقط این نکته را میگیم که کوه طور را چرا خداوند بلند کرد؟ آیا مگر این اجبار نیست؟ اکراه نیست؟ لا اکراه فی الدین داریم. عرض کردم که این اکراه نیست، اکراه در دخول دین. لا اکراه فی الدین یعنی فی دخول الدین، اینا از قبل داخل شده بودن. کسی که وارد دین شد بعد از اون قوانین را باید قبول بکند. چندین مثال خدمت شما دادم که هر کسی که میخواهد وارد یک مجموعه بشه اختیار داره، وارد میشه یا نمیشه، وارد پادگان میشه یا نمیشه، وارد فلان کشور میشه یا نمیشه، به اختیار خودش. اما بعد از این که وارد شد اونجا باید چیکار بکند؟ قوانین اونجا را بپذیرد، دیگه چاره‌ای برایش نیست. این خانم های اروپایی دوست دارن وارد کشور ما بشن یا نشن، اما بعد از این که وارد شدن باید یک روسریه که اونم به درد خودشون میخوره باید به سرشون بکنند. یعنی بعد از این که وارد مجموعه شده باید قوانین اونجا را چی بکنی؟ احترام بذاری، بپذیری. خداوند اینها را مجبور نکرد. خداوند اینها را مجبور نکرد. برای چی؟ برای اینکه اینها دین حضرت موسی را بپذیرند، ولی بعد از اینکه پذیرفتن باید به تورات عمل بکنند. تورات عمل نکنند کوه طور را به سرشون میخورند. الله تعالی میفرماید و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ما طور را بر سرشان بلند کردیم. و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، به آنان گفتیم که ادخلوا الباب سجدا، وارد خانه بشید در حالی که سجده کنان وارد بشید. و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت، الله همه خباثت ها و خیانت ها را یک به یک یادآوری میکنند. شما هدفتون ایمان نیست، شما هدفتون اعتراض است. شما اعتراض میکنید چرا یک بار تورات نازل نشد؟ خب قبلا دین خود یک بار قرآن نازل نشد، قبلا دین خدا بر موسی آمد، تورات نازل شد، شما هر بار یک خیانت کردید.
پس شما ایمان نمیخواهید بیاورید. الله میفرماید و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت، ما به آنان گفتیم که شما در روز شنبه تعدی نکنید، تجاوز نکنید. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، الله میفرماید ما از آنان گرفتیم پیمانی غلیظ، پیمانی مضبوط، میثاقی محکم. اما فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم، الله میفرماید به سبب نقضشان، آنان نقض کردن میثاق خودشان را، و به سبب کفرشان به آیات خدا، آیات الله را تکذیب کردن، و قتلهم الانبیاء بغیر حق، و به سبب اینکه آنها انبیاء را به ناحق کشتند، یعنی خودشان هم معتقد بودند که ناحق است. ببینید این به سبب، اینا همه سبب هستند، عطف هستند. فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم، یعنی بکفرهم بآیات الله، و قتلهم الانبیاء بغیر حق، یعنی بقتلهم الانبیاء بغیر حق، و قولهم قلوبنا غلف، و بکفرهم و قولهم الى آخر. باز می آید دوباره فبظلم من الذین، نتیجه همه اینها حرمنا علیهم، ثمرات همه این کفر و خباثتها چی است؟ بعد از چند آیه می آید، بعد از چند آیه می آید. لذا الله می فرماید فبما نقضهم میثاقهم، بسبب نقضشان آنها نقض کردن میثاق خودشان را، این یک. و کفرهم، دو، کفر کردن به آیات خدا، سه. و قتلهم الانبیاء بغیر حق، انبیاء را بنا حق کشتن. خب مگر کشتن به حق هم داریم؟ پس قتلهم الانبیاء بغیر حق بنیسه بزعمهم، طبق گمان خودشون هم اونها داشتن بنا حق می کشتن. چهارم و قولهم قلوبنا غلف، و بسبب سخنشان که می گفتند دلهای ما در پرده هست، در غلاف است. قولهم قلوبنا غلف، غلف یعنی چه؟ ای اوعیتا للعلم. ببین غلف ما قبلا هم خواندیم و قالوا قلوبنا فی اکنه، دو تا توجیه خواندیم، اون دو تا توجیه اینجا هم هستند. اکنه و غلف مفهومشون یکی هست، یعنی اونها می گفتند یک مفهومش اینه که دلهای ما در غلاف است، چیزی که در غلاف و در پرده باشد دیگه هیچ چی توش نمیره. یک تفسیر دیگری که از ابن عباس رضی الله عنهما منقول است اینه که قلوبنا غلف معنیش اینه که مملوف است دلهای ما، دل ما پر از علم است، پر از اطلاعات است، پر از دانش است، دیگه جا ندارد که شما قرآن را هم بیارید در دل ما جای بدهید. چنانچه ابن عباس میگه قلوبنا غلف ای اوعیه للعلم، ظرفی هست برای چی؟ علم. فنحن مستغنون عن غیره، ما از غیر آنچه که در دلهای ما هست، یعنی از علم تورات، بغیر از آن ما چی هستیم؟ بی نیاز هستیم، نیازی نداریم. قاله ابن عباس. لذا الله می فرماید و قولهم قلوبنا غلف، این چندمین خباستشان بود؟ چهارمی. هنوز میاد جزای اینها و ثمره دنیوی اینها میاد، حرمنا علیهم طیبات بعدا میاد. الله می فرماید بل طبع الله علیها بکفرهم، رب العالمین می فرماید غلف نبود، غلاف و اکنه نبود، بلکه اصل اینه که اینها محروم از دین و از هدایت شدند به دلیل مهر جباریت. بل طبع الله علیها، بلکه خدا بر آنها مهر زده بکفرهم، بسبب کفرشان. فلا یؤمنون الا قلیلا، آنان ایمان نمی آورند مگر اندک، اندکشون ایمان می آورند، غالبشان ایمان نمی آورند. چهار تا بود، نه پنجم. و بکفرهم و قولهم، بسبب کفرشان. کفرشان چی؟ و قولهم، واو تفسیریه هست، یعنی این سخنشان بر مریم
مریم پاک، به اون مریم پاک چی گفتن؟ بهتان عظیما، بهتان بسیار بزرگ گفتند. و همچنان قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، این چندمی هست؟ ششم هست. و به سبب قولشان که می گفتند همانا ما کشتیم مسیح را، مسیح که عیسی ابن مریم، قولهم بنیست فخرن، افتخارن، افتخار می کردن و می گفتن عیسی را ما کشتیم. انا قتلنا المسیح، ما قتل مسیح را، مسیح که عیسی ابن مریم بود، رسول الله، همون که رسول خداست. اما الله می فرماید و ما قتلوه و ما صلبوه، در واقع اونها عیسی را نکشتند. و ما قتلوه، عیسی را نکشتند. و ما صلبوه، عیسی را به دار نزدند. ولكن شبه لهم، اما بر آنان چی شد؟ مشتبه شد. اما بر آنان مشتبه شد. ببینید این آیه و آیه بعد بر رفعه الله الیه صریح است در رفع عیسی علیه السلام به آسمان ها. متاسفانه خیلی ها که خودشون را به علم و به قرآن نسبت میدهند، هم رفع عیسی را به آسمان ها انکار می کنند، در حالی که هم در قرآن مجید صریح هست. این آیه یکی از اون آیات هست، قبلا ما در سوره آل عمران خواندیم اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الی، و اینجا هم بیشتر از اون صریح هست، بر رفعه الله و ما قتلوا، نکشتند، و ما صلبوه، بدار نزدند، بر رفعه الله الیه، خدا او را رفع کرد. پس از این صریح تر چیه؟ اما ولكن شبه لهم را دو تا توجیه علما نوشتن، دو تا معنا دارد. معنای اولش که مفسران گفتن اینه که وقتی که یهودی ها موفق شدن از پادشاهی روم، که اون زمان تحت سیطره پادشاهی چی بودند؟ روم بودند، از پادشاهی روم حکم اعدام عیسی را و حکم بدار زدن عیسی را بگیرند، خب قبل از اون نمیتونستند، با عیسی خیلی عداوت، خیلی دشمنی داشتند، لذا دوان به سوی عیسی علیه السلام رفتند. و یک انسانی که از همه شقیتر بود، بدبختتر بود، به نام تیتانوس، از همه بیشتر این علاقمند بود که عیسی علیه السلام را به دار بزند و پیشا پیش بود، در رأس بود. زمانی که وارد شد، الله عزوجل به روح الامین دستور داد که عیسی علیه السلام را رفع کند به سوی آسمان ها. جبرائیل وقتی که برد عیسی را، این تیتانوس وقتی که وارد اتاق شد دید که عیسی علیه السلام نیست و از اونجا برگشت. بقیه قوم و بقیه تعقیب کنندگان یا سپاهیان که دنبالش بودند، خداوند تیتانوس را به شکل عیسی در آورد. لذا اونها فکر کردن عیسی است داره فرار میکنه، فوراً دستگیرش کردند. هرچی که دست و پا زد، اونها به زعم خودشان دیگه هر یکی در خوشحالی اعدام دشمنشان بودند. عیسی به فکر تیتانوس کسی نبود، خوشحالی این که اون را دستگیر کردند، بردند حکم را اجرا کردند. تیتانوس اعدام شد. بعد از آن دیدند که این شکل یا دست و پا شکل عیسی نیست، تیتانوس هم مفقوده. لکن شبه لهم، این مسئله تا امروز برای اونها اینطور مخفی ماند، به مسیحیان هم نگفتند. ببین دشمن وقتی که در عزم خودش ناکام بماند و ناموفق بماند، سعی میکند به دشمنش نگه
تا اینکه برای اون مضحکی نباشه، شماتت اعدایی نباشه. لذا یهودیان مخفی کردند، نگفتند حقیقت چی شد. مسیحیان هم ندونستند چی شد، پیروان عیسی علیه السلام هم ندونست، تا اینکه قرآن مجید بر قلب اطهر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد، واقعیت ها را گفت. این که میگیم قرآن یکی از اعجازش اخبار گذشتگان هست، اخبار گذشتگان را به صورت دقیق قرآن بیان میکند، واقعا اعجازیه. حتی خود یهود و نصارا نمیدونستند که اون اتفاق چی شد، اما قرآن معجز همه چیز را ریز چیکار کرد؟ موشکافی کرد، بیان کرد. این یک صورت ولکن شبه هست که علما نوشتن. دومی ولکن شبه لهم اینه که افرادی که شبهه انداختند علماء سو بودند. چطور؟ عیسی علیه السلام وقتی که زمانی که از دستشون در رفت، جبرائیل امین و روح القدس و ایدناه بروح القدس عیسی علیه السلام را به آسمان ها برد، اینها جلوی مردم رسوا می شدند. لذا چیکار کردند؟ بیگناهی را گرفتند و اعدام کردند و شبانگاه بردند دفن کردند. هیچ که ندونست کی بود کی نبود. علماء سوء یهود میدونستند ولی ملت نمیدونست، مسیحیان نمیدونستند، بر اونها مشتبه. خیلی از دولت ها هستند وقتی که دنبال یک مجرمی بگردند عاجز بشند چیکار میکنند؟ 4 تا بیگناه را میبرند به دار میزنند، بعدا شبانگاه هم دفن میکنند. به مردم، جلوی مردم میخوان کم نیارند، رسوا نشند. میگن ما فلان مجرمین را گرفتیم، فلان عاملین را گرفتیم، به دار زدیم. میخوان مردم را چی بکنند؟ بخوابانند دلشون را، مردم را مطمئن کنند که مجرمان به جزایشون رسیدند، در حالی که این چی هست؟ در شبهه انداختن است. لذا قول دوم همین، این قول را هم علامه انور شاه کشمیری رحمه الله در کتاب خودشون، کتاب عقیدة الاسلام، نقل کرده از قول علامه ابن حزم ظاهری رحمه الله و این قول را نوشته. حضرت شیخ حسین علی رحمه الله هم همین قول را ترجیح میده که ولکن شبه لهم، این اشتباه به خاطر کتمان علماء سوء بود، بر رسوایشان، یعنی اونا فهمیدن جریان چی شد، بر رسوایشان میخواستن پرده بیندازند، لذا مردم را در اشتباه انداختن. به هر حال این در رابطه با اشتباهی و یا شبهی هست که یهودی ها یا مسیحی ها در آن گرفتار شدن درباره عیسی، مسئله بر اونها ظاهر و منکشف نشد. اما این که عرض کردم عیسی علیه السلام بر اساس اعتقاد ما اهل سنت، جمهور اهل سنت بلا خلاف فی، به دار آویخته نشد، موت دنیوی بر ایشون نیامد. عیسی علیه السلام با جسمشان، با کالبد عنصریشان به آسمان ها برده شدند، رفع شدند. این آیات صریح ترین آیاتی هست و علامه انور شاه کشمیری رحمه الله کتاب عقیدة الاسلام را نوشتن. در اون کتاب عقیدة الاسلام نوشتن علاوه از این آیات احادیث متواتره هم هست. ببین، احادیث واحد و مشهور نه، احادیث متواتره هست بر رفع عیسی علیه السلام. لذا اگر کسی انکار میکند عیسی را، چون که رفع عیسی با این سنجش عقل و با ترازوی عقل وزن نمیشه و به عقل انسان نمی گنجد و با معیار عقل یک انسانی میخواد این را بسنجد، این اشتباه خودش هست. ما تا جایی با عقل میریم که وحی نباشد، جایی که وحی داشته باشیم عقل را ما
کنار میزنیم، ما از وحی اطاعت میکنیم نه از عقل خودمان. وحی صراحتا میگه. لذا اینهایی که انکار میکنند از روی لاعلمی هست، از روی اینکه آیات را نفهمیدند یا احادیث متواتر رسول الله را ندیدند. الله می فرماید و ما قتلوه و ما صلبوه، آنها نکشتند عیسی را و ما صلبوه بدار نزدند، ولكن شبه لهم، اما مشتبه شد بر آنان. و ان الذين اختلفوا فيه لفی شک من. رب العالمین می فرماید کسانی که اختلاف داشتند در عیسی علیه السلام لفی شک منه، اونها تا امروز در شک هستند از عیسی، از رفع عیسی. ما لهم به من علم، نیست برای آنان هیچ نوع علم قطعی. من علم بنویسید، علم قطعی نیست، دلیل قطعی نیست. الا اتباع الظن، مگر اتباع ظن، مگر اونها از گمانشان، از حدثیات و خیالاتشان چی میکنند؟ پیروی میکنند. و ما قتلوه یقینا، اعاده لبعد العهد. این و ما قتلوه اعاده ما قتلوه اول است. چرا تکرار کرد الله تعالی؟ چون میخواد بر رفعه الله را برو مرتب بکند. عیسی را نکشتند، چی کردند؟ خب چی شد عیسی؟ کجا تشریف برد؟ الله میفرماد و ما قتلوه یقینا، قطعا نکشتند، بر رفعه الله الیه، بلکه الله او را رفع کرد به سوی خودش. بنویسید روح مع الجسد. انی متوفیک اخذ الشیء وافیا، روح مع الجسد بر رفعه الله. اگر بگیم که عیسی را روحش را خدا گرفت یعنی فوت کرد، خب همه فوت میکنند، همه پیغمبران. ویژگی عیسی چه شد؟ بعد ناموفقیت اونها چه شد؟ خب عیسی فوت که اونها میخواستن عیسی بمیره، پس اینها را الله تعالی ناموفق کرد، ناکام و نامراد کرد. اون چی شد؟ لذا الله میفرماید بر رفعه الله الیه، بلکه الله عزوجل او را رفع کرد به سوی خودش، بلند کرد. و کان الله عزیزا حکیما، الله عزوجل غالب هست، هر کاری را که بخواهد میکند. حکیما، در کارهای رب العالمین حکمت ها نهفته است. چی؟ حکمت ها نهفته است. خب اون خباثت های یهود را که چی کردند و چی کردند، 6 تا خواندید. اونها جزایشون میاد، جزا و ثمره دنیوی. اما اینجا در وسط چون بحث رفع عیسی پیش آمد، الله تعالی می فرماید و ان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته، هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر ایمان می آورد به او قبل از موتش. ببینید ایمان به چه کسی قبل از موت چه کسی. این آیه هم 2 تفسیر دارد، علما 2 تفسیر براش ذکر کردن. تفسیر اول الا لیؤمنن به، مرجع ضمیر محمد صلی الله علیه و سلم است. قبل موته مرجع ضمیر کتابی هست، من اهل الكتاب هست. می فرماید که هیچ یک از اهل کتاب نیست الا لیؤمنن، مگر ایمان می آورد به رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل موته، قبل از مرگش. یعنی وقتی که مرگش فرا برسد، مفهوم اینه، وقتی که مرگش فرا برسد واقعیت را می بیند، می داند، یک عالم دیگری را انسان مشاهده می کند. اون وقت میخواد ایمان بیاورد به اسلام، به محمد صلی الله علیه وسلم ایمان میآورد، اما این ایمان برای سودی ندارد. و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، محمد بر علیه اینها گواه میشه که خدایا اون زمانی که باید ایمان میآوردند ایمان نیاورد، زمانی ایمان آورد که به دردش نخورد. ما لم یغرغر،
مفهوم شد؟ این تفسیر اول. اما تفسیر دوم که اکثر مفسران نوشتن اینه که و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به، مرجع ضمیر عیسی هست. الا لیؤمنن به مرجع ضمیر عیسی هست، قبل موته هم مرجع ضمیر عیسی هست. البته اون صورت اول را تشریح نکردم که ایمان به محمد می آورند قبل از مرگ خودش کتابی، یعنی وقت مرگ خودش مشاهده می کند، حقیقت را، فرشتگان را می بیند، عالمی که دارد به اون سمت و سو می رود می بیند، می داند که آنچه که محمد گفت درسته، عیسی خدا نیست، فرزند خدا هم نیست، بنده خدا هست. چون که می بیند عیسی اگر خدا می بود به دادش می رسید، به فریادش می رسید، مشکلش حل می شد. اونجا می بیند که فرشتگان با چه وضعیتی روحش را می گیرند، می بیند که به عنوان مجرم روحش از بدنش گرفته میشه و بیرون کرده میشه. لذا الان به رسول الله و به آنچه که رسول الله فرموده ایمان می آورد، اما ایمانش سودی ندارد. اما عرض کردم توجیه دوم اینه که به عیسی ایمان می آورند قبل از موتش، قبل از مرگ عیسی. قبل از مرگ عیسی یعنی عیسی علیه السلام مرگش فرا نرسیده. اشاره به این است که وقتی که عیسی علیه السلام نزول می کنند، اون زمان هر چی که اهل کتاب هست، هر چی که مسیحی و یهودی هست، همه، چون که عیسی علیه السلام جهاد می کند، تمام زمین را با جهاد خودش مملو از عدل و قسط و عدالت می کند، همه اهل زمین ایمان می آورند. آنگاه همه می دانند که عیسی عبدالله و رسوله هست، عیسی علمبردار توحید هست. عیسی علیه السلام دین حق را، دین توحید را به مردم می فهماند. لذا الله می فرماید که همه اهل کتاب به عیسی قبل از مرگ عیسی آنگونه که حق ایمان هست ایمان می آورند. متوجه شدید؟ و این من اهل الكتاب، نیست هیچ یکی از اهل کتاب، الا لیؤمنن به، مگر البته حتما ایمان می آورد به عیسی قبل موته، قبل از موت عیسی. و یوم القیامه، و در روز قیامت، یکون علیهم شهیدا، عیسی علیه السلام بر علیه اونها گواه میشه. خداوند از عیسی میپرسد که ای عیسی، انت قلت للناس اتخذوني و امی الهین من دون الله. عیسی جواب میده قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته. بار اله اگر من گفته بودم تو که میدانستی. لذا آخر میگه و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. به هر حال عیسی علیه السلام چیکار میکنه؟ بر علیهشون گواهی میده. و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا. خب اینجا در وسط بحث رفع عیسی پیش آمد، اما بحث قبلی ما چی بود؟ بیان خباثات یهود. عرض کنم که چند آیه قبل شروع شده بود از اینجا. فبما نقضهم میثاقهم 1، و کفرهم بآیات الله 2، و قتلهم الانبیاء 3، و قولهم قلوبنا غلف 4، و بکفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما 5، و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم 6، و هفتمی نیست، این اعاده همه 6 تا است. فبظلم من الذين هادوا، اینا همه ظلم بودن. نه بنویسید اعاده لبعد العهد. ببین بر این 6 تا مرتب میشه حرمنا علیهم طیبات. بر این 6 تا چی میشه؟ مرتب میشه حرمنا علیهم طیبات. اما چون که
عهد گذشت، دور شدن، در وسط بحث رفع عیسی پیش آمد و بحث نزول عیسی و اینکه همه اهل کتاب ایمان می آورند، یه بحث طولانی دیگری. لذا اون خباست ها، اون ظلم یهود که خداوند میخواست بر او مرتب بفرماید تحریم را، اون فاصله گرفت. لذا مجددا تکرار میکنند. این را چی میگن؟ اعاده لبعد العهد. الله میفرماید فبظلم من الذين هادوا، بسبب ظلم از طرف کسانی. ظلمشان چی بود؟ همین 6 مورد و امثالهم. فبظلم من الذين هادوا، بسبب ظلم از سوی کسانی که یهودی شدند. حرمنا علیهم، حرام کردیم ما بر آنها، طیبات احلت لهم، پاکیزه هایی که احلت لهم، حلال قرار داده شد برای آنان. بسبب اینها خداوند میفرماید ما طیبات را، زیبایی ها و پاکیزه ها را بر اونها حرام قرار دادیم. و همچنین و بصدهم عن سبیل الله کثیرا، بسبب صدشان مانع بودنشان از راه الله، کثیرا خیلی صد کردند، خیلی جلوی راه خدا را گرفتند. ببینید اینجا توجه بفرمایید، عنایت داشته باشید که با اشکال عمده مواجه میشیم. آنچه که مفسران گفتند که فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طیبات، ما مالهای پاکیزه را بر اونها چی کردیم؟ حرام کردیم. چرا؟ چون که اونها این خیانت ها را کردند با موسی علیه السلام. اون همه خیانت ها، فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم بآیات الله و قتلهم الانبیاء و بعد و بکفرهم و قولهم علی مریم و قولهم انا قتلنا المسیح. ببینید این محرمات، طیباتی که بر اونها حرام شده بود قبلا تو تورات بود، جریان عیسی بعدا پیش آمد. و علی الذین هادوا حرمنا علیهم کل ذی ظفر، حرمنا علیهم کل ذی ظفر و من البقر والغنم حرمنا علیهم شحومهما. این طیباتی که در تورات حرام قرار داده شد، اینا که قبل از عیسی بود، اینا در تورات بود، قبل از این خیانت هایشون بود. چطور خدای عزوجل می فرماید که چون که عیسی را اونها گفتن ما عیسی را کشتیم، چون که بر مریم تهمت زدند. این تهمت و بهتان و این قتل بعداً اتفاق افتاد. اشکال را متوجه شدید؟ بنابراین حضرت شاه ولی الله رحمه الله اینجا توجیه بهتری نوشته. شاه ولی الله نوشته که ما بر آنها حرام کردیم طیبات، منظور از این طیبات کل ذی ظفر و من البقر و الغنم، پی و عرض کنم که چربی های اونها نیست، بلکه منظور اینه که یهود قبل از این در زمان داوود، در زمان سلیمان، در زمان انبیاء خدا بهترین وضعیت زندگی در دنیا را داشتند. حکومت مال یهود بود، سلطنت به دست یهود بود. بعد از اینکه یهود این خیانت ها را انجام دادند، خداوند طیبات را از اونها گرفت. منظور از طیبات این محرماتی که در تورات هستند نیست، بلکه تمام زیبایی های دنیا را من جمله عزت را ازشون گرفت. دیگه حکومت به دستشون نیامد، دیگه ذلیل شدند، برای همیشه زیر چکمه بقیه حکومتداران شکنجه، ضربت علیهم الذلة والمسکنه. لذا منظور از این طیبات، اون طیبات به معنای گوشت بعضی از پرندگان یا چربی بعضی از حیواناتی که در تورات آمدن، اون طیبات منظور نیست. متوجه شدید؟ بلکه حکومت هست، عزت هست، جاه هست، مقام هست. الله تعالی در دنیا اونها را ابهتی داده بود، همه اینها جز طیبات هستند. اینها را شاه ولی الله می فرماید که خدا از اونها چی کرد؟ گرفت.
بله. و اخذهم الربا، باز هم خیانت ها انوز ادامه دارد، خباست ها. و بسبب اخذهم الربا، خوردن مال ربا، در حالی که و قد نهوا عنه، بنویسید فی التورات، در حالی که منع شده بودند از خوردن ربا در تورات. و اکلهم اموال الناس بالباطل، و بسبب خوردن آنها مال مردم را بنویسید از طریق رشوه، مال مردم را بالباطل میخوردن، از طریق رشوه میخوردن، یعنی هر چی که بدبختی بود اونها انجام میدادند. ببینید اینها علما بودند، به زعم خودشان دینداران بودند، اهل کتاب بودند، هم ربا، هم رشوه، هم تفریق و افتراق، هم کتمان و تحریف. خدا رحم بکند بر این امت و بر علمای این امت که یک وقتی اینها نیایند و ربا نگیرند از بنوک، اینها نیایند رشوه نگیرند، اینها کتمان و تحریف نکنند. وقتی که قوم این کارها را بکند، الله همه عزت را از اونها میگیرد، زبونشان میکند، خارشان میکند. این مخصوص یهود نیست، اینها را الله تعالی در قرآن بیان میفرماید، برای ما داستان سرایی نمیفرماید. اینا داستان نیست، اینا موعظه، اینا درس هستند. ما علمای این امت این گونه نباشیم، یعنی این خطر هست که ما هم اینطور باشیم، ما هم سود بگیریم، ما هم رشوه بگیریم، ما هم به نفع مردم کار بکنیم، پول بگیریم. لذا علما باید از این مسائل فاصله داشته باشند، بدور باشند. الله عزوجل علماء این امت را حفاظت کند. الله می فرماید و اعتدنا، این در دنیا بود که خدا عز و جاهشان را گرفت، جلال و شوکتشان را گرفت. در آخرت الله پناه بده، ثمره اخروی بنویس، و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما، ما آماده کردیم برای کافران از آنان عذابی دردناک. هستند علمایی که دین فروشی می کنند، علمایی که با حکومتهای جابر و ظالم همراهی دارند، حق را می پوشند، تایید می کنند ظلم را، تایید می کنند جور را، به خاطر منافع دنیا، به خاطر عزت دنیوی. لذا اگر اینطور باشند علما، یعنی علما بیان کتمان حق بکنند، تحریف دینشون بکنند، بیاین به خاطر پست و جاه و مقام، علما همه چیز را زیر پا بگذارند، مثل یهود خواهند بود. بهتر از اونها ما نیستیم. اینها همه پیغمبرزاده بودند، اینها همه فرزندان انبیا بودند، اینها کسانی بودند که افتخار میکردند نحن ابناء الله و احباؤه. ولی وقتی که راه بیراه را گرفتند، سرشون به زمین خورد. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.